دوستان تو دهنه‌های مهاربندی که خیلی از دوستان مشکل دارن، سوال میپرسن، زنگ میزنن اینا، ببینید ما دیوار چینی کردیم، پشت مهاربند رو یک دیوار کار کردیم به ضخامت 15 سانت تو ساختمان‌های 4 سقف راحتی موضوع امکان پذیره، بدون اینکه به درز انقطاع تجاوز شده باشه و بدون اینکه مشکل خاصی ایجاد بشه. خیلی راحت یه دیوار 15 سانتی با جنس بلوک لیکا کار کردیم و سمت دیگه شما هم جداره بعدی هم ببینید اومدیم وادارهای عمودی با قوطی 2x3. ببین قوطی 2x3 رو به شکل این قسمت 2-3 رو به صورت در واقع عمود بر مهاربند اجرا کردیم که اون بحث ممانعت ارثی و مقاومتش بیشتر بشه و وقتی که نیروی به این وارد بشه مقاومت خیلی بیشتری داشته باشه. از بالا هم اتصالاتمون به صورت تلسکوپی اجرا شده، یعنی قوطی 2x3 رفته داخل یه قوطی 4x4 و امکان حرکت و بالا پایین شدن به صورت عمودی رو داره، یعنی طبقات رو با هم دیگه هم ندوختیم و هیچ ممانعتی هم برای سازه ایجاد نکردیم. و ببینید تو فواصل 1 متر، البته اینا از 1 متر کمتره، تقریبا 80 سانت، هرچی فاصله کمتر باشه مقاومت رابطمون بیشتر میشه. نکته بعدی هم ببینید تو فواصل 25 سانت میلیگرد 8 زدیم و بعد رابط های سنگین وزن در واقع دولایه رو اومدیم بستیم و به صورتی که ببینید حالت ضربدری شده و هرچی روزنه ها رو کمتر کنیم بهتره و تو گچکاری هم اذیت نمیکنه. به این شکل این قسمت داخل ملک است. من راه پله رو هم خدمت شما نشون بدم. ببینید اینجا هم راه پله از سمت خونه همسایه رو دیوار کردیم، درز انقطاع کامل رعایت شده و بعد هم اومدیم این شبکه رابط رو تا بالا امتداد دادیم، دور تا دور همین کارو کردیم و به این شکل میتونیم تو ساختمان 4 سقف بالا با این شیوه اون مشکلی که در واقع پیوست 2800 همه ما باش مواجه هستیم رو به این شکل بتونیم حل کنیم بدون اینکه کمترین ممانعتی و چیز داشته باشه. تا بالا هم همین بس رفته بدون اینکه هیچ مشکلی برامون ایجاد بشه. خب این هم تکمیل شده در واقع دهانه مهاربندی که اینجا دیوار چینی شده، رابیز روش هم که دیگه کامل سرامیکاری اجرا شده. این هم دور تا دور ما قاب داشتیم، مهاربند داشتیم و به این شکل اجرا شده.